سازنده تبر مقصدش این بود که هیزم باید میده کند و درخت افزاند، نه برای آدم کشی. ما اگر اطلاع تماشا میکنیم فقط یا از این طرف تماشا میکنیم یا از اون طرف و این بسیار بد است. من میخوام به انسان‌ها لبخند تحفه کنم، با انسان‌های زنده همکاری کنم، نه ربات ها. این خوراک خوردن باهوشانه است. یعنی تو میدونی برای چی خوراک میخوری، تو میدونی برای چی قهوه میخوری، تو میدونی برای چی تلفن استفاده میکنی. از تلفن دور شویم، تلفن عادی گیریم فقط برای گفتگو کردن. ما نباید خودمون هیچگاه از رشد کردن نگاه داریم. تکنولوژی امروز به جای رسام رسم میکشد. دقیقاً. ما را آینده چه انتظار است؟ همینش انیق و دقیق که ما را روزهای جالب در پیش است. درود بر شما شنونده های بسیار هم محترم و بیننده های بسیار خوب. درود بر فرهاد جان. سلام. خیلی خوش آمدید. زنده باشید. خوشحالم که درود به شما و درود به همه. درود. خوشحالم که هستیم روبرو و خوشحالم از این که یک هفته هم گذشت و ما زنده ایم، نفس میکشیم و شکر که نفس میکشیم. قدری نفس کشیدن ما 2 سال پیش فهمیده بودیم، زمانی که پاندمیه بود و مردم نفس‌های صنعی میکشیدن و اون موقع فهمیدیم که نفس کشیدن چقدر ارزشمند بوده است. خب دیگه طبیعت ما این گونه است، تا اونجایی که از دست ندیم نمیفهمیم که این نعمت چی است. و درود خاص به نفرایی که مهاجر هستند در روسیه. امیدوارم که حال شما هم خوب باشد. اگر گویم که من دردهای شما احساس میکنم دروغ گفتم. من احساس نمیکنم دردهای شما. من میدونم مشکلات شما میدونم، اما احساس نمیکنم. فکر میکنم از دانستن تا حس کردن خیلی مسافه است، فاصله است. اثر گذراندن در بله حس نمیکنیم دردهای مهاجرهای، اما میدونیم که مشکل دارن و سختی های دارن، عذاب های دارن و پشت این عذاب ها امیدوارم که شادی هم داشته باشند و راحت هم داشته باشند. انشاءالله که دارن. بله. هفته گذشته در رابطه با هوش مصنوعی یا ذهن صنعی یا اسکوستوین اینتلکت ما صحبت داشتیم. ما گفتیم که هوش مصنوعی هم خوب است هم بد است. ما راجع به تعریف این اصطلاح صحبت داشتیم. هر چیزی که از نظر من هر چیزی که پیشتر محصول عقل انسان بود یا هر کاری که پیشتر انسان میکرد امروز کامپیوتر میکند، ربات میکند، ماشین میکند. این گفتیم که هوش مصنوعی. راجع به خوبی هاش گفتیم که کار انسان خیلی آسان کرد. انسان از بعض کارهایی که سخت و سنگین بود و کار فیزیکی و جسمانی بود دور کرد و امروز کاری سخت و سنگین فیزیکی انسان نمی کند و کامپیوتر می کند و تا جای کمک رسان انسان ها شد. گفتیم هوش مصنوعی یا تکنولوژی. راجع به ضررهاش هم کم کم صحبت داشتیم و امروز هم میخوام صحبت کنیم اطراف این موضوع. بعد از صحبت یک چند نفر در کوچه ها روبرو شدن، گفتن که موضوع خوب بود و ما گوش کردیم و چند تعریفات هم کردن و خیلی خوشحال شدم از این. خوشحال شدم و انگیزه گرفتم. راستی انگیزه گرفتم و خوشحال از این بودم که وعده کردیم با اطراف این موضوع صحبت میکنیم. از این که مردم تعریف کردن گفتم موضوع خوب بود، ما پیگیری کردیم دیگه. انگیزه گرفتم، الهام گرفتم و خیلی خوشحالم که این موضوع باز هم امروز مطرح میشه. باید باز هم از خوبی هاش هم گوییم، از ضرر هاش هم گوییم. باید راجع به این صحبت کنیم که ما را آینده چه انتظار است. آیا آینده خطرناک داریم یا نه؟ به این سوال که آینده خطرناک داریم، من فکر میکنم از زمانی که انسان روی زمین زندگی سر کرد و زندگی آغاز کرد، مبارزه داشت برای زیستن، خطر همیشه بود.
خطر بله همیشه او خطری که منظوری من چی است؟ او خطری که گفتم تکنولوژی رشد کرد. یعنی اول خطرها اول شیر و پلنگ ها خطر بودن، بعدن کینچی دیگر، بعدن کین کسی دیگر و خوب آمدیم به اون جایی که خطر اکنون خودمو دیگه برای خودمو ایجاد میکنیم. بله ما انسان ها و ما البته نفرای انسانیت و خاصا نفرایی که ذهن صنعی ساخته ایستادند و مؤلفاش هستند، استحصال کننده هاش هستند، آنها حتما که با نیت های خوب این کار کرده ایستادند. همه آنها میخواهند که ما زندگی ما آسانتر باشد. انسان از یک چند کارهایی که برای انسان دشوار است، سخت است یا اینکه ضررآور است، از این کارها دور کند و این کارهای به دست تکنولوژی این کارهای کند و انسان راحت‌تر زندگی کند. و ما چه خیلی آینده انتظار است؟ اکنون جواب به این که آینده چه خیلی انتظار است، من فکر میکنم ما بسیار آینده جالب، بسیار آینده جالب، رنگین و همزمان سخت به معنی اینکه ما باید بسیار مبارزه های سخت به آماده باشیم. یعنی این حیات ما را در پیش است و امیدوارم که طول این امروز صحبتمون یک چند همین گونه خطرهای اطرافش میتونیم صحبت کنیم. خب شروع میکنیم. چه خطرها مثلا؟ خطرها خیلی زیاد. خب مثلا من نمیخوام درباره اون خطرهای گویم که چخیل مثلا یک روز این ذهن صنعی که مثلا هر روز رشد کرده ایستاد و وای خودش به اشتراک ما هم میتواند رشد کند و این که ما تمام زندگی ما به وابسته چی میکنیم؟ تکنولوژی میکنیم و همه زندگی ما از تکنولوژی وابسته میشد و یک روز فرا میرسد که مثلا رابط ها، کامپیوتر ها لجام به دست میگیرن و اونها چه خیلی که میخواهند، اونها خواهش پیدا میکنن، اونها هنوز همون کار رو میکنن که ما میگوییم. انسان فرمان میده و اجرا میکنه. اگر یکی از خطرها این است که روز به جای رسیم که آنها خواهش پیدا کنند. خب من نمیخوام در این باره صحبت کنیم برای آنکه این بسیار من میخوام درباره اون چیزهای صحبت کنیم که به ما دخل دارد، به آدمای کمتر زمینی، آدمایی که زمین رو میگردیم و همون مشکلایی که میتوند در روزگار من و شما، در روزگار همسایه ما برخورد کند، به اون چیز میخوام توجه کنیم و فکر میکنم برای آنکه این چیزا گویم شاید یک چند باید مثالا بیارم. یکی از خطرهایی که مثلا سالهای اخیر تکنولوژی روی زندگی ما آورده ایستاده است، این پیدا شدن فیک ها، خبرهای بردروغ. این یکی از همون خطرهاست که مثلا ما هر روز در زندگی ما برخورد میکنیم و خبرهایی ما هر روز میلیون نمود اطلاعات قبول میکنیم از همه جا، از تلفن ما، از تلویزیون ما، از کوچه ها، از همه جا و ما نمیدونیم که یک قسم اینها میتونه دروغ باشه و شاید نصف این اهالی دنیا با خبرهای دروغ زندگی میکنند و اگر ما میخوایم زندگی چی کنیم، یعنی اگر ما میخوایم دانیم که واقعا حقیقت چیست و دروغ از راست فرق کرده توانستنه یا میخوایم این خیل باشیم، پس ما باید راحت نباشیم، ما باید مهنت کنیم. مثلا ببینید حاضر تکنولوژی چی کارهای کرده میتواند. مثلا دفعه گذاشتم در این باره صحبت کرده بودیم برای نفرایی که با ما نو پیوستن. میخوام یادآور کنم که مثلا تکنولوژی امروز به جای رسم میکشد. دقیقاً تکنولوژی امروز میتواند که صدای شما با صدای دیگر کس عوض کند.
تکنولوژی میتواند به جای شما متن فکر کند، اختراع کند. یعنی ببینید ما در فیلم ها میبینیم که چقدر دنیاهای عالمهای عجایب میسازند در فیلم، در سینمای هالیوود و اینها، و ما باور میکنیم که همین خیلی عالمی هست و تا دیروزه این گونه تکنولوژی هایی که میساختن دسترسی فقط آدمای مخصوص که مثلا مخصوص آموخته بودن و صاحب تکنولوژی های مخصوص بودن، فقط اونها میتونستن. اکنون یکی خطر پیدا شد، اکنون این کار زیاد آدما میتونن. حاضر هر کس میتونه چنین دنیاهای دروغ ایجاد کند. یعنی چیکار کردنش ممکن؟ هر کس میتونه فرض کنیم یک چهره چه گویم، یک چهره مشهور، مثلا فرض کنیم پوتین. خب یک نفر میتونه یک گپ زند و همین صداش به صدای پوتین عوض کند و همه ما فرق نمیتونیم که این صدای این گپ بله خودی پوتین گفت یا یک کسی دیگر گفت، یا اینکه مثلا چهرهشه، چهره یک نفر میتوند عوض کنه که این پرلژن ها این در تلفن های ما هست که چهره های عوض میکنه و این کار خیلی خوب کرده است اساس تکنولوژی امروزه که خیلی با عقل شد. یعنی ببینید، یعنی ما پگم میتوانیم یک خبر تماشا کنیم، ویدیو میبینیم که یک چهره بسیار تاثیرگذار میبرد و یک اطلاعی را که مثلا بسیار خطر دارد برای شاید برای ما همین چیزا اعلام میکنه از نام یک نفر دیگر، از نام یک نفری که ما باور میکردیم پیشتر و ما نمیدونیم که این واقعا همون آدم گفت یا این یک نفری که پشت کامپیوتر ششت و میخواست که مثلا مردم با کدام یک اطلاعی دروغ وای کند. و مثلا همین روزایم فیک ها، خبرهای بر دروغ بسیار این تکنولوژی که الان هست حاضر بسیار فراوان استفاده شده است. مثلا در همین وای های مرزی که مشکلی های مرزی که با کشوری همسایه داشتیم اینجا هم خیلی زیاد بود، خاصه اون طرفی مقابل که آنها آدمای بیشتر وای داشتن که با تکنولوژی سر و کار کرده میتوانستگی های زیاد داشتن، اونها خیلی از این استفاده کردن. یعنی من حوضه یکان کسی گناهکار کردنی نه، من فقط گفتنی که همین چیزا هست. و مثلا در این زیدیت های بین روسیه و اوکراین هم خیلی زیاد فیک است و تو فرق نمیتونی، تو میبینی ویدیو میبینی و چه باور نمیکنی که این همین خیلی است. منظورتون اخبار، برنامه‌های اخبار؟ ها، یعنی هر دو طرف هم من گفتم اینه که این بعد این خوب، یعنی هر دو طرف هم از این اینسترومنت استفاده کرده ایستاده است. یعنی این طرف هم خبرهای بر دروغ میسازد به خاطر آنکه طرف مقابل پس زند و خودش چی کند و اون طرف هم همین کار کرده ایستاده است و تو قریب که نمیفهمی کدامش دروغ از راست فرق کردن خیلی دشوار. و یکی از مشکلی های ما که ما نمی کنیم، ما فقط یک طرفی تنگه نگاه میکنیم. ما اگر اطلاع تماشا میکنیم فقط یا از این طرف تماشا میکنیم یا از اون طرف و این بسیار بد است. برای حقیقت یافته توانستن حتما ما باید دو طرفی تنگه نگاه کرده توانیم. یعنی هم شبکه‌های روسی تماشا کنیم هم شبکه‌های اوکراینی منظورتون؟ اگر که ما میخوایم از همین واقعهای دنیا با خبر باشیم، من در مثال همین جنگ گفته ایستادم که هم اینش تماشا کنیم هم ویشه. مثلا نفرای هستن که 24 ساعت روسیه 24 تماشا میکنن و فکر میکنن که دنیا همین خیلی است، اما دنیا خیلی نیست، دنیا یک چیز دیگر هم هست و برای حقیقت فهمیدن حتما ما باید این طرف هم اون طرف هم ببینیم، زود باور نباشیم، انالیز کنیم. انالیز کنیم و حقیقت از بین این دو چیز پیدا کنیم. اگر میخواید من یک مثال میخوام سازم. خب بیاید از یک لحظه تصور میکنیم که یک افسانه میسازیم. فرض کردیم دو تا بچه، دو تا همسنفی
دو تا بچه صنف یک، عبدو و قاسم. عبدو و قاسم در صنف جنگ کردن. خب در صنف جنگ کردن، زنازنی کردن، هر دوشان هم لباشون خون، بینیهاشون خون و بعد مثلا یک نفر رفته میپرسن عبدو مثلا میگه که چیز گپ شد، چوه جنگ کردی تو؟ چون این خیلی شد؟ مثلا فرض کنیم عبدو میگه که وای وظیفه خانگی میخواستم بردارم، روچکم شکست و روچکم شکست هم بزنم میگه و هیچ وقت همه اطلاعات نمیگه. بله. وای همون اطلاعات میگه که فقط برای وای است فایده آور برای و همین خیلی مثلا میری قاسم میپرسید، قاسم میگه چوه جنگ کردی تو؟ هم میگه وای کرته من خط کشید و هیچ وقت نمیگه که برای چی خط کشید. یعنی برای آنکه ما حقیقتی حالا فهمیم ما باید رویم همه گپ و فهم گوش کنیم، عبدیه گوش کنیم و بعد بریم قاسم گوش کنیم و بعد فهمیم که مثلا اول حادثه این شده بود است که اول این کار کرد بعد این کار کرد بعد خلاصه. یعنی اگر ما میخوایم حقیقت فهمیم باید دو طرفی تنگه دیدن یاد گیریم و دو طرفی تنگه دیدن این حالی نمیکار انالیز بله خلاصه کردن توانستن تحلیل کردن یاد گیریم. بله یک نوار تماشا کردم قبل از برنامه. ما یک بازی داریم مردمی کنی بودم دیگر کلمه استفاده میکنم، مثلا بستان و خوجن ما میگم دامزیکی. این خیل میکنم بعد مشت و پنجه و نمیدونم دو انگشت. این بازی ها برای کودکا آشناتر است. قیچی و بله سنگ و کاغذ و قیچی، سنگ کاغذ قیچی. و همین بازی یک مرد همراه ربات میکنه و زمانی که ربات غالب میشن میگن من غالب شدم و لبخند پیدا میشد. حالا سوال من اینجا، آیا شما که با این هوش مصنوعی و با تکنولوژی بیشتر آشنا هستید، آیا ربات هایی که میسازن احساس دارن یا نه؟ مثلا خشم، خرسندی دارن یا نه؟ نه، اونها احساس کرده نمیتوانند. آنها همین احساس انعکاس میکنن. مثلا وایها برنامه شما به همین خیلی آمده ای که وقتی که اگر قطعی تو این حادثه شد تو باید نینجنده این کار کنی، یعنی خنده. وقتی که مثلا این حادثه شد باید غمگین شوی. یعنی این چیزایی هست که وایها از دایره همون برنامه‌ای که وایها به داده شدگی برآمده نمیتونن. و یکی از وایهای خوبی آنها هم همین است که وایها یعنی انسان میگه که همین کارهای میکنی، وایها از همون تریتوری محدودشان برآمده نمیتونن. اما وایها خاصیت دیگه دارن، خاصیتی انالیز کردن، دیده انالیز کرده یاد گرفتن دارن. فکر نمیکنن مثلا با این سرعت رشدی که دارن یک روز آیا اینگونه شدنش ممکن مثلا من انسان امروز رابطه اداره میکنم، یعنی هوش طبیعی اداره کننده هوش مصنوعی است امروز، اما یک روز شاید اینگونه هم شود که هوش مصنوعی هوش طبیعی اداره کنه، مثلا ربات آفرنده خودش اداره کنه. اینگونه میشد؟ فکر میکنم شاید شود و بسیار از عالمای دنیا از این چیز میترسن که همین خیلی میشود و برای همین هم تلاش دارن که یعنی این چیزو کنترل کرده شود. وقتی استحصال کننده های ذهن های صنعی در کنترل باشن یعنی و هر چیزی که به ذهنشان رسه ساختن نگیرن. خطر هست که چنین می شود، ولی ما فکر میکنم حاضر این چیز به ناراحت شدن ما امروز حاضر وای نیست، شرط نیست. فکر میکنم شرط نیست. نگرانی آینده نباشیم. یعنی چیزایی هست که باید جمعه چی گفتنی در دنیا چیزایی هست که ما میتوانیم تأثیر رسانیم، ما میتوانیم تغییر دهیم. در دنیا چیزایی هست که ما هیچ کار کردن نمیتونیم، تأثیر رسانیم، تغییر دهیم. مثلا این که پگاه
رابطه چه خیلی میشن ما هیچ کار کرده نمیتونیم. مثلا من در نظر دارم من و شما و تماشاچی ها و شنونده هایی که حاضر ما با هم صحبت داریم، اما چیزهایی هست که ما میتوانیم این چیزهای اداره کنیم. مثلا ما نمیتوانیم پیشش گیریم، اما ما میتوانیم خودمون آماده کنیم، اما ما میتوانیم چی باشیم در برابر اونها رشد کنیم و همیشه به هوش باشیم و خوابمون نبرد، یعنی چیز نکنیم. مثلا برای همین من بسیار میخوام که ما این طرفی مسئله های بیشتر صحبت کنیم، چیزهایی رو که ما میتونیم تاثیر رسونیم، ما میتونیم تغییر دیم. ما راجع به ضررهای هوش مصنوعی صحبت داشتیم. حالا میخوام راجع به این صحبت کنیم که خب این معلوم است که ربات ها اگر این گونه گوییم جای آدم های میگیرن و برای یک راهبری کارخانه نظر به آنه که به انسان ها معاش دهد، اگر ربات کارمندش باشد خوبتر است یا نه؟ حالا اگر من راهبری یک کارخانه می بودم شاید ربات ها را به کار نمی گرفتم و می گفتم انسان های به کار می گیرم و همراه انسان ها من ارتباط برقرار می کنم، برای آنکه انسان ها یک ارگانیسم زنده اند، احساس دارن و من میخوام به انسان ها لبخند تحفه کنم، با انسان های زنده همکاری کنم، نه ربات ها. آیا این عقیده و این دیدگاه از نظر شما چگونه است؟ از نظر من این فکر درست است و مثلا من هم طرفدار همین خیلم، اما نفرایی که بالا میشینن اونها هم اونقدر ابله نیستن و در این باره فکر میکنن. مثلا در هندوستان یکی از کشورهای خیلی ترقی کرده. ما البته در این باره کم میدونیم درباره هندوستان. بله بیشتر ما میدونیم که مردم قشاق و مسکین و بله بی خانه بود. روسیه یک کشوری ابرقدرت است و دیگه دنیا همه فج. بله اما اطلاعی کمتر داریم. درباره هندوستان ما کم میدونیم، اما هندوستان خیلی یک کشوری ابرقدرت است، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه مثلا معنوی این چیزا. تکنولوژیش هم خیلی رشد کرده است و از بس که در هندوستان اهالی خیلی زیاد است و چند سال آخر وقتی که مثلا تکنولوژی رشد کرد و کارفرماها تلاش کردن که زواداشون با تکنولوژی عوض کنن، آدمای با تکنولوژی عوض کنن، حکومت هندوستان قرار برآورد که نگفت 50-50 حتما باید 50% کار انسان کند برای آنکه مردم بیکار نمونن. و برای همون شرکت هایی که در وی با چی کار میکند 100% با آدم ها کار میکنه، هرچند که امکان دارد که با تکنولوژی عوض کنه، یعنی اینها وای دارن چی میگه برتریت دارن، برتریت ها داده میشه از نگاه انداز و این چیزاشون که یعنی ویهان میخوان هرچی زیادتر مردم در ویا کار کنند و حاضر در دنیا علاقه خوب حالا که ما در ما نیست، اما در بسیار جایها مثلا مثلا فرض کنیم همین پیاله همین پیاله که مثلا وایک ساخته است چین نه اپارات ستاناک ساخته پیاله که ستاناک ساخته است، هرچند که وای زیباتر دقیقتر نه دلکشتر اما پیاله که دست انسان ساخته است و چیز است قیمتش زیاد است برای آنکه باید مهنت صرف است این چیزا و این چیزا قدر میکنن. مردم تلاش میکنن که رفته یه چیزی دستی خرند. مردم هندوستان، مردم خیتای، اونهایی که در اونجا این چیزا انسان بیشتر
خطری از بین رفتنش هست، مثلا هنر انسان از بین رفتنش هست. به این خاطر در ذهن اونها همین چیزا وارد شده است که چیزهای دستی ارزشش زیاد است و آدمایی که به خودشان امکان داده میتوانند رفته تلاش میکنن چیزهای دستی خرن، به خاطر آنکه یک آدمی دیگر صاحب جای کار باشد و باز کار کند و با یک دیگه استحصال کند. هندوستان یکی از کشورهای هست که کتابخانه هاش 24 ساعت کار میکنن. دولتی که 24 ساعت کتابخانهش کار میکنه، تصور کنید. و ما که از یک دیدگاه نگاه میکنیم میگیم که کشوری قشاق است و مسکین و بیچاره. خب ادامه صحبت ما راجع به این صحبت کردیم که هوش مصنوعی یا رشد تکنولوژی هم خوب است و هم بد است. خوبی هاش گفتیم، بدی هاش نامبر کردیم و وقتی من گفتم که آیا هوش مصنوعی هوش طبیعی ما را اداره میکنه، شما گفتید که باید این موضوع صحبت نکنیم چون تغییر داد نمیتونیم. اگر در دست شما میبود چی کار میکردید؟ مثلا کارشناس ها بعد گروه تقسیم میشن راجع به همین موضوع. برخی از کارشناس ها پیشنهاد میکنن که باید سرعتی رشد تکنولوژی باید یک کمی پستر شود. اگر با این حال اگر رفتن گرفت بر ضرر بشر میگن. اما گروه دیگر میگن که نه. مثلا یک مثال خوب میبرن، میگن که از روزی که تبر پیدا شد سازنده تبر مقصدش این بود که هیزم باید میده کند و درخت افشاند، نه برای آدم کشی. اینم جالب است. این فکت هم جالب است از یک دیدگاه. خب اگر که آفرنده هوش مصنوعی شما میبودید چیکار میکردید؟ من فکر میکنم عیناً همین خیلی میکردم که اون کرده شدن. خب یعنی ما نباید خودمون هیچگاه از رشد کردن نگاه داریم. که نه من باید کمتر کتاب خونم بریم که از حد زیاد ضرر میکنه. نه از یعنی ما نباید خودمون یکم خیلی چی کنیم در چارچوب بگیریم. ما فقط به هوش باشه، ما دانیم که چی به چی نتیجه ها میرسه. مثلا خیلی که تبر گفتید، مثلا تصور کنید اگر رشد پیشش میگرفتن ما ماشیندار نمیشدیم هیچ وقت. ما ماشین نمیدیدیم، برای آنکه وقتی که ماشین برای اختراع کردن چقدر آدم ناراضی بودن. چرا؟ این قصه درازه. خب چرا ناراضی بودن؟ زیاد آدما مثلا اون وقتایی که مثلا حال اونقدر تکنولوژی زیاد نبود و آدما بیشتر حروفاتی بودن، زیاد آدما وقتی که میدیدن که یک تکنیک خودش رفته ایستاده است، این نتیجه وای میگفتن چی است که جادوگر میگفتن. مثلا اختراعکارهای جادوگر میگفتن اینها با کیم کدام یک وایهای سیاه، یعنی فرشته های سیاه کارهای شیطانی میکنن و حتی شیطان عربه میگفتن در ماویه. بله خاطرم هست شیطان عربه. این کلمه است که من زیاد شنیدم. شیطان عربه میگفتن. من حاضر یادم نیست که دوچرخه میگفتن. شاید دوچرخه میگفتن شیطان عربه. عجیب است. چرا؟ یعنی ببینید مردم ما هیچ وقت چی نبودن که یگانچه رشد کنن. نه ما همون چیز زندگی ساده عادی که داریم همون نمیخوایم. ما یگان تغییرات نمیخوایم. تا مردم ما تمام مردم یعنی انسان و حاضر مثلا شما میگویید که ما همین تلفن بس، کامپیوتر داریم، تلفن داریم، بس دیگر هیچی لازم نیست. مثلا شما مثلا طرفدار این نه من نگفتم. برخی از کارشناس ها گفتن. بله مثلا من طرفدار اون که نه این تلفن این یک جزءش. حالی ما مثلا نفری که بار اول ولسیپد اختراع کرده بود یا ماشین اختراع کرد و هیچ وقت نمیدونست که حاضر مثلا لکسوس پیدا میشد، این ماشینش تا همین درجه میرسد. و ما این آدمایی که حاضر این کارو کردن ما نمیدونیم با کجا میرسیم، اما همینش انیق و دقیق که ما را روزهای جالب در پیش است.
امیدوارم که جالب باشه. و مثلا ببینید همون برمیگردم به ماشین، همون ماشینی که مثلا بود و البته همون زمان این خیلی ماشینی کامل به این شکل نبود، این خیلی نبود و ماشین مثلا اپاس نبود و زیاد آدم میگفتن این ضرر دارد، این لازم نیست برای ما و هنوزم ماشین این خوبم نیست بدم نیست، هنوزم ماشین میتواند خطر ایجاد کنه برای انسان، میتواند یا آدم بزنه، میتواند یگان چیزا ویران کنه، اما میتواند کار وای کنه چه خیلی که همون تبر و این چیزا. یعنی در اینجا آنهایی که این کارهای میکنند و تلاش میکنند که زندگی ما با بهتر کنند، اینها امیدوارند که ما اونقدر توپای نخواهیم بود و اونا امیدوارند که ما باهوش میشیم، ما با این چیزی که اختراع میکنن درست استفاده میکنیم و شکل درستش استفاده میکنیم، یعنی درست استفاده میکنیم و اون چیزا به منفعتای خود ما شده به جمعیت ضرر نمی بیاریم. گفته فکر میکنم بله، اگر که ضرر هم که آوردیم عیب اونا نیست، عیب آفرنده ها نیست. درست. یک دیدگاه دیگر میخوام داشته باشیم. مثلا اگر ما از همین محصول این اختراعهایی که آنها کردن استفاده نکنیم، از تلفن عادی استفاده کنیم، عموما از تکنولوژی دور باشیم، فکر نمیکنید که ما کمتر بیمار میشیم؟ ما کمتر بیمار میشیم و عمری طولانی‌تر میبینیم، درازتر میبینیم. زمانی که از کامپیوتر دور شویم، از تلفن دور شویم، تلفن عادی گیریم فقط برای گفتگو کردن. مثلا ببینید این ما هر نفر ما صاحب زندگی خود ما هستیم و ما این زندگی ما چه خیلی میگذاریم، این انتخاب ما است. مثلا من نمیخواستم که در عصر 21 زندگی کرده مثل عصر 19 عمر بسر برم. من میخوام از هر چیزی که هست و برای همین نسل ما این چیزای میلیون ها آدما عمر وقت صرف کردن، شبا خواب نرفتن که ما همین خیلی زندگی کنیم، همین شرایطی ناز برسیده. این با آسانی شدگیش نه آشنا. این شرایطی که ما داریم، این کاندیشنر، این میکروفون، این رادیو، این هر شرایط، این همه چیز برای این میلیون ها آدما عمرشون بخشیدن. بله. خون جیگرشون صرف کردن که ما به این جراتیم و چون ما باید این استفاده نکنیم. مثلا من میخوام استفاده کنم، اما من میخوام پیش از آن که استفاده کنم من باید دانم که این چی است و برای چی استفاده میشه و برای من کدام کارهای من آسان میکنند و چه ضررها دارد و این که این چیزا ضرر دارد ما الکه از این چیز گریخته نمیتوانیم. ما دیگر به تلفن زندگی کرده نمیتوانیم. ما دیگر مثلا خوراک های صرف طبیعی خورده نمیتوانیم. چرا؟ برای آنکه نیست الکه. اگر خودمون زراعت کنیم، خودمون کاریم، کشت کنیم، خودمون زراعت کنیم، هم این متخصصان ساحه بهتر و بیشتر میدونن. این مثلا فرض کنیم این شفتاله هایی که یا این پمیدار هایی که ما امروز میخوریم، این همون پمیداری نیست که 100 سال پیش بود یا 50 سال قبل بود. یا این مثلا این سیب هایی که میخوریم این وای سیب ها نیستن البته. این دیگر زمین زهرآلود شد. زمین ساختارش دیگر شد. من متخصص این چیز نیستم، من نمیدونم. من انیق میدونم که اگر من باور نکنید یا بار روید پمیدار خورده ببینید که همون پمیداری کودکیتونانگی نمی روید همش دیگر خیلی همش پرنیک به چیز میشه. خلاصه یه بحث دیگر. نه من گفتم اگر خودمون زراعت کنیم. خودمون زراعت کنیم ما تخمی همون وی یافته نمیتونیم. الله کای. خب یک مفهوم هست، یک اصطلاح هست میگن GMO. ما امکان داریم چیزهای خوریم که GMO نداشته باشه. حق داریم و شرایط هم هست، امکانیت هست.
خب من بار دیگر میگم که من متخصص این ساحه نیستم، من نمیدونم، اما من تقریبا همین خیلی اطلاعات دارم که اون تخمی هایی که از ما میکاریم و الکه چیز است، الکه و گمه است، الکه و همون تخمی همون پمیدار نیست. فهمیدید؟ یعنی همین پمیداری که مثلا در همین کانیوادام امروز میروید، این همون پمیداری نیست که ما 20 سال قبل میخوردیم. فهمیدید؟ یعنی الکه همه چیز تغییر یافت، همه چیز تغییر و این چیزایی هست که ما تاثیر رسانده نمیتونیم به این و ما خواهیم نخواهیم ما با تلفن زندگی میکنیم، درون خانمان تلفن هست، کامپیوتر هست، رادیاتور هست و این چیزایی هست که ما از این گریخته نمیتونیم. ما خواهیم نخواهیم نیمی قوه چشم ما برای تلفن، نیمی دیگرش برای تلویزیون، یعنی اینجاها صرف میکنیم و الکه چشم های ما دیگر اون چشم ها نیست، مثل چشم رودکی نیست دیگر. بله دقیقاً. ذهن های ما ذهن صدرالدین عینی بری نیست، یعنی ما الکه دیگر آدما، ما الکه عموما آدمای دیگر زمان که تمام ساختاری بدن ما دیگر است و ما خواهیم نخواهیم ما همین زمان به زندگی کرده استیم و این جای گریز نیست و فقط یگانه کاری که باید کنیم همین زندگی که داریم، چند ساله که داریم، مثلا البته کی خیال خواهد همون خیلی زندگی میکند، این یگان چیز نیست، فقط مثلا من پیشنهاد میکنم که ما همین زندگی که داریم چند سال زندگی ما بهوشانه گذرانیم. ما دانیم که مثلا فرض کنیم همین تلفن به ما ضرر دارد اما همزمان فایده هم دارد، یعنی من باید دانم وقتی که من تلفن استفاده میکنم من باید دانم که این به من همزمان ضرر دارد همزمان یا اینکه مثلا فرض کنیم فلان خوراکی که من میخورم، من وای خوراک هم تو به خاطر اون که شکممو پر کنم نباید خورم، من وای امروز این خوراک، فردا وای خوراک، فردا دیگر اون خوراک به خاطر آن خورم که مثلا دانم برای چی. مثلا فرض کنیم یه نفری هست که این خوراک وای خوراک به خاطر اون میخورد که مثلا میخواد گفت که فلان ویتامین های بدنی من گرفت، اکنون فلانشو باید پگا گیرد. یا اینکه مثلا یه نفری دیگر هست که مثلا میخواد طعم این امروز چشید و میخواد پگاه طعم وی چشد. یعنی این مناسبت با این خوراک خوردن باهوشانه است. یعنی تو میدونی برای چه خوراک میخوری، تو میدونی برای چه قهوه میخوری، تو میدونی برای چه تلفن استفاده میکنی. یعنی این زندگی باهوشانه است. هست نفرایی که هم تو شکمشون پر شده نشده کار، همین گروس نماندن سیر شده نشده کار، مهم نیست چی، همین هر چیزی که هست. خب امروز مستاق اوکی مستاق میخوریم. یعنی من فقط همیشه من پیشنهاد کردنی که زندگی ما یه باهوشانه کنیم، اساساً زندگی کنیم، هر کاری که میکنیم دانیم برای چی میکنیم. بله. و این کارها ما به کجا میبرد. بله به هر حال زراعتی که میکنیم نامش طبیعی است. مثلا یک گوشتی که من از حیوان کشته میخورم خیلی بهتر از اون گوشتی که میسازن صنعی و ترکیبش هم فرق میکنن. شاید مزهش فرق نکنه، شاید زمانی که میخوریم مزهش فرق نکنه، اما زمانی که من میدونم که این گوشت مالی من است و من خودم کشتم و من خودم میخورم، خیلی بهتر از این گوشتی که میسازن. خب اگر هوش مصنوعی صحبت میکنیم ما درست. آره. خب ما 8 دقیقه فرصت داریم. فکر میکنم باید که این موضوع امروز جنبش شود، هرچند که اگر نیاز باشه میتونیم هفته بعدی هم صحبت کنیم. اما یک جمله بسیار خوب گفته که هر چیزی که تاثیر کرده میتوانیم تاثیر کنیم و هر چیزی که تغییر داده میتوانیم تغییر دیم، و اما هر چیزی که در دست ما باید قبول کنیم. نه؟ بله. خب دیگر حرف من تمام شد. مثلا من میخوام جنبست کنم. خب گوش میکنم. ما طولی این دو صحبت ما گفتیم که هوش مصنوعی هست. بله. و ضرر دارد. بله. فایده دارد. بله. و این که ما و چه خیلی استفاده میکنیم این از هر کی ما وابسته است. و عموما مقصد و مرام همه این
اینجا شیشته با هم صحبت کردن هم همین است که همین خیلی وقت هرچی دهنمو بیاد نگوییم. ولی خودی حاضر گفتید که باهوشانه، یعنی ما میدونیم که چرا راجع به این صحبت میکنیم، ما هدف داریم. یعنی همین گفتنی که یعنی این چیزا هست. ما میدونیم که تلفن هست در زندگی ما و ما هم میدونیم که ضرر دارد فایده دارد. ما یعنی من گفتنی که یعنی ما از این جای گریز نداریم. ذهن صنعی همراه ما خواهد بود من بعد و وای 10 برابر با سرعت تیزتر از ما رشد خواهد کرد و ما اینا علاقه دیده شدیم که مثلا فرض کنیم ما دفعه گذشته گفتیم که ما دیدیم ما تلفن گوشک داره 4 سانده اینه دیدگی تلفن چماق شکنه که دیدگی و حاضر سمارت فون تلفن های با عقل دیده شدیم و حالا امیدواریم که از این چیزهای بهتر میبینیم. یعنی در یک زندگی ما حالا چقدر و پیش میره ذهن صنعی با سرعت سنایپر رشد کرده شده است و ما انشاءالله که روزهای خیلی جالب میبینیم و فقط یگانه پیام و خواهشم این است که ما خواب نباشیم، انالیز کرده توانیم، هر اطلاعی که میگیریم زود باور نکنیم، دو طرفی تنگه دیدن یاد گیریم و از دو طرفی تنگه خلاصه برآوردن یاد گیریم و از زندگی بهوشانه به سر بریم. بله. پیام آخری من برای مردمی که بیننده هستند و هم شنونده، خب دیگه معلوم است که هوش مصنوعی هست و خواهد بود، اما من میخوام که انسانیت هیچگاه فراموش نشود. من میخوام که آینده همراه انسان ها رابطه داشته باشم و صحبت کنم، نه همراه ربات. یک کشور، نمیدونم شاید استرالیا بود، در یکی از آشخانه های یک کشور یک قاعده هست، زمانی که مشتری میبیاد و خوراک میخورد اونجا نوشته بودن هر کسی که در وقت خوردن خوراک از تلفن استفاده نمی کند ارزان میکنن خوراکی که خوردن، سکیتکه میکنن. خیلی خوشم آمد همین جمله که خواندم. و حداقل زمانی که ما آشخانه میریم و خوراک نمیدونم صبحانه و شام میخوریم، حداقل در آشخانه ها با هم صحبت هم صحبت کنیم. حداقل هنگام خوراک خوردن در خانه، هنگام نشستن در گرد دسترخوان از تلفن استفاده نکنیم و ما نیاز داریم به صحبت همدیگر. ما آینده هم نیاز پیدا میکنیم. هیچ وقت جای انسان هیچ ربات، هیچ کامپیوتر، هیچ دیگه ماشین گرفته نمیتونه. خوشحالم که پیگیر این برنامه بودید، خوشحالم از این که اینجا بودیم، خوشحالم از این که همین حالا ما هستیم و نفس میکشیم. دیگه خدا نگهبان تا صحبت های بعدی.